بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب محمد فیروز میاندار اصفهانی هستم. متولد 17/2/1338 هستم که در سن 10 سالگی خدمت جناب آقای استاد رارو احمدی از شاگردهای مرحوم امیر ناصر افتتاح کلاس رو شروع کردم و بعد از مدتی که از آموزشم گذشت در مسابقات استان خوزستان 5 سال در استان خوزستان اول شدم و 1 سالم در آغاز در استان خوزستان اول شدم و بعد از اون نامه‌ای که اداره فرهنگ و هنر اون زمان نوشتن و منو معرفی برای امتحان دادن در تهران که شد خدمت جناب استاد محمد اسماعیلی در سال 53-54 خدمت ایشون من رفتم کلاس میرفتم. بعد از مدت‌هایی هم که از خدمت ایشون میرفتم و میومدم، یعنی 2 سال و نیم من خدمت ایشون میرفتم میومدم و هفته 2 بار من میرفتم تا تهران و میومدم. تو سن کمم، یعنی در سن 15-16 سالگی 15 سالگی هم میرفتم کار میکردم، هم درس میخوندم، هم خدمت جناب استاد اسماعیلی هم زانو میزدیم و درس میگرفتیم از پیش ایشون. خب خدمت ایشون که تمام شد، بازم خدمت جناب آقای استاد مرتضی عیان خدمت ایشون هم 1 سال و نیم من پیش ایشون کار کردم. بعد از اونم خب در آبادی شیراز من 2 سال و نیم اونجا درس میدادم. درس‌ها در شهرستان‌های مختلف درس میدادم، ولی خب من چون که خوزستانی هستم، اهوازی هستم، اینی که دیگه بقیه عمرم رو تا الانم که دارم فیلم گرفته میشه دیگه من توی اهواز درس میدادم و درس میدم و دیگه یواش یواش وقت بازنشستگیمونم دیگه هست و دیگه از این صحبت. این خلاصه از کار من بوده. البته زجرها و رنجهای بیش از حد اندازه‌ای کشیده شد در راه عاشقی و من لذت میبرم که معشوقی مثل آقای استاد محمد اسماعیلی رو داشتم و سرمو بالا میگیرم از اینکه اگر ریاضتی کشیدم اونو خیلی من دوستش داشتم، هنوزم دارم انشاءالله که همیشه من ایشون همیشه دعاگوشون هستم. خب حالا من اینو خیلی خلاصه کردم و یک اجرای مختصری هم خیلی کوتاهی هم خدمت این دوست عزیزمون که دارن فیلم میگیرن انشاءالله هستم. خب